من سال اولی که معلم شدم رفتم توی مدرسه‌ای که توی جایی که خیلی میگفتن جای بدنامیه از نظر جرم و جنایت، یه منطقه در تهران. ما اولین جلسه رفتیم سر کلاس، داستان زندگیمون رو گفتم منم مثل شما بودم ولی آدما عوض میشن، به آرزوهاتون فکر کنید، بجنگید اینا. بعد پرسیدم حالا آرزوهای شما چیه؟ یکی دستشو برد بالا، خیلی هم جای چاقو رو صورتش اینا، گفت آقا ما بگیم. متحسر، ناراحت. پیش دانشگاهی بودن ولی بعضیشون از من بزرگتر بودن، یعنی من 18 سالم بود اون موقع ولی اونا بعد 21 ساله 2 ساله. دستشو برد بالا، گفت آقا ما بگیم آرزومون رو. گفتم بفرمایید. گفت آقا آرزوی ما اینه که بزرگترین باند مواد مخدر خاورمیانه رو تأسیس کنیم. هم بغض کرده بودن کلاس، آفرین، اشکاشون رو پاک می‌کردن. من گفتم تو این شرایط آفرین، میتونی، با برنامه‌ریزی همه چی ممکنه و اینا. آرزوها حول این دور می‌زد. اینکه یه پسری از عقب کلاس دستشو برد بالا، 2 متر قد داشت، 2 متر عرض داشت، یعنی 4 متر مربع مساحت ایشون بود. کل کلاس هم اینجوری نشستن که پشتشون به ایشون نباشه. اسمش عزیز بود. گفت آقا ما بگیم. دستش هم یه نوبربری کام اینقدر بزرگ بود. گفت آقا آرزو ما اینه که ننمون رو ببریم مکه. گفتم میتونم بپرسم چرا؟ گفت نه آقا فضولیش به شما نیومده. خیلی آدم روکی بود، میدونید زیاد نمی‌ریخت خودش. سالم بودین. بله دیگه. زنگ تفریح اومد پیش منو، گفتش که آقا این آرزوی ما رو کمک کن برآوردش. گفتم چیه داستان اینا؟ گفت من پدرمو در 4 سالگی از دست دادم و با یه مادرم، همین تنها فرزندشم و بعد از مشکلات شدید اقتصادی مادرم مجبور شده حتی خونه مردم کار کنه، حتی گدایی کنه، همه کار بکنه که با من بشم این هیکل. ولی الان مادرم سرطان داره و دکترها گفتن با همه چی، پرتو درمانی، شیمی درمانی، عمل روده و سرطان دستگاه گوارش داشت، با همه اینا در حقیقت ما میتونیم 1 سال نهایتا نگهش داریم. آرزوی مادرم اینه که قبل مرگ بره مکه و من میخوام هر جوری شده این کارو بکنم که او بره. بعد بهش گفتم که خب عزیز، فیش عمره اون موقع حدود 700 800 هزار تومان بود. گفتم خب 2 تا فیش عمره بخر بفرستش. گفت آقا همه پولایی که باقی مونده، تازه صرف درمانم خیلی شده چون به لحاظ اقتصادی اینا فرو پکیده بودن، اصلا فرو ریخته بود زندگیشون. گفت همش از راه حرامه و مادرم میگه این پوله باید حلال باشه که منو ببری و من هیچ آدم حسابی اینجا نیست که حاضرم عملگی کنم هر چی تو بگی، ولی این پولو جور کنم مامانم با پول حلالی که من در میارم بره مکه. من گفتم تو باید درس بخونی. گفت چه ربطی داره؟ گفتم ببین عزیز، الان آبانه، تا کنکور تیر ماه وقت داری، بشین، من تونستم، تو هم میتونی، مشتی بخون، اگه رتبت خوب شد من میبرمت یه مؤسسه یا آموزشگاه، دستتو بر میکنم، حقوق 1 سالت هم بهت پیشاپیش میدم. گفت آقا راست میگی فلان اینا. منو گرفت یه تکون داد، گفت اگه به قولت عمل نکنی میکشمت. یه کاغذ در آورد گذاشت رو میز، گفت بنویس. نوشتم این جانب مجتبی شکوری قول میدم اگه عزیز رتبهش فلان شه من این کارو بکنم. یه سوزن ترگل از برد در آورد و زد رو انگشتش، خون اومد، با خون شروع کرد امضا کردن. گفتم چیکار می‌کنی؟ آقا با خون اون امضا کردیم که بگیم تا پای مرگمون پای این حرف هستیم. گفتم باریکلا، دمت گرم، عاشقتم، همینه. گفت تو هم باید با خونت امضا کنی. یه سوزن بود که خونی. گفتم میشه حداقل سوزن رو عوض کنی؟ بعد خلاصه نگاه کرد که این فضول بازی‌ها چیه و اینا. یه سوزن دیگه به ما هی می‌زدیم خون نمیومد، یه با چشمام می‌بستم 1 2 3 فلان، دست ما رو گرفت، گفت خیلی سوسولی، سوزن رو تا تر کرد تو دست ما و 1 2 بارم عقب جلو و من میتونستم یه 40 برگ رو امضا کنم. خب امضا کردیم و رفتیم و نشسته ردیف اول موهاش تراشیده و دفتر خریده و بعد سوال میپرسه آقا این چیه اون چیه و خب به شدت هم بی سواد دیگه. از سوم راهنمایی اطلاعاتش دست نخورده باقی مونده بود. گفت آقا میخوام شروع کنم و ما همه کمکش کردیم. معلم‌ها بعد از ظهر وای میسادن بهش درس میدادن و میخوند. آقای سعد مثلا 15 ساعت درس میخوند. بعد من بهش چجوری اینقدر میخونی؟ میگم من خسته که میشم فقط مادرمو نگاه میکنم، اون 4 پاره استخونی که داره با مرگ میجنگه رو نگاه میکنم، جون میگیرم، آتیش میگیرم و درس میخونم. یه عکس 3 در 4 مادرش لای کتابش بود همیشه، یعنی استراحتش این بود، معنای زندگیش این شده بود که این مادر باید بره مکه. فروردین ماه حال مادرش خیلی بد شد، به هم ریخت و ما با معلم‌ها پول جمع کردیم، نگران شدیم نکنه از این دنیا بره و این آرزو محقق نشه. یکی 50 تومن، یکی 100 تومن گوشیم توی پاکت دادیم به عزیز، گفتیم عزیز جور شد این قرضه، مادرت بر مکه بیا، تو که رتبت خوب میشه داری تلاش میکنی ولی این کار انجام بده. دستشو گذاشت روی پاکت، هل داد سمت من، گفت آقا خدا هست. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین من روزی که با خدا عهد بستم که تغییر کنم، بهش گفتم مامانم نه با صدقه شما، با پول خودم، نه با ویلچر چون حالش خیلی بد بود، با پای خودش میره مکه و میره، خدا هست. ما پول گذاشتیم رو کمد مدیر، گفتیم ببین این اینجاست، شاید غرور داره، جوونه، قدره فلان، گفتیم هر خواستی بردار. رو اون پول اینقدر خاک نشست تا آخر سال و حال مادر عزیز هر روز بدتر میشد.
کسی رو تصور کنید که یه منطقه ازش میترسیدن و حالا کارش اینه که سر مادرش رو بذاره رو پا و سر مادرش رو میمالید این پاشم کتاب. و این کتاب انگار زیر بارون گذاشته بوده، از بس گریه میکرد موقع درس خوندن. عزیز رتبه 1900 کنکور شد اون سال و الان خارج کشور. آذر ماه مادرش از دنیا رفت، ولی به طرز معجزه‌آسایی 20 روز قبل فوت کردنش حال عمومیش خوب شده بود. خودش کاراشو میکرد، راه میرفت. عزیز و مادرش با هم رفتن مکه و اون خانم با موهایی که ریخته بود دور خونه خدا چرخید و بعد از این دنیا رفت. و رو سنگ قبرش نوشتن خدا هست. من یاد گرفتم از عزیز، بالای همه کاغذها می‌نوشتم خدا هست و بدجوری هم هست. نزدیکتر از رگ گردن، مهربانتر از مادر و نوزادش کنار ماست و می‌بینه رنج ما رو، تنهایی ما رو، نداشته های ما رو.